از سبوی قدیر مولایمان علی علیه السلام در روایت بزرگان اهل سنت. ابن اسیر. پیامبر از حجة الوداع باز میگشت که به جحفه رسید با بیش از 100,000 همراه. جایی بود که به آن خم میگفتند. آنجا مسیرها از هم جدا میشد. کاروانهای مدینه، شام و مصر. سعد ابن ابی وقاص. پیامبر در خم صبر کرد تا آنها که عقب مانده بودند برسند. آنها را هم که گذشته بودند بازگرداند. در جحفه 5 درخت بزرگ و خاردار بود. گفت کسی زیر درختان بزرگ آنجا اتراق نکند. ابن مغازلی. هوا بسیار گرم و سوزان بود. مردم قسمتی از ردایشان را بر سر کشیده بودند، قسمتی را زیر پایشان گذاشته بودند تا پایشان نسوزد. ابن حجر عسقلانی. گفت زیر درختها را تمیز کنند، خار و خاشاکش را کنار بزنند و آنجا را برای نماز آماده کنند. از آن که گفتند بلند شد رفت زیر درختان و نمازش را آنجا خواند. نماز که تمام شد رفت روی جای بلندی که از جهاز شترها مهیا کرده بودند. مکسی کرد و بعد رو به مردم گفت علی ابن عبدالله سمهودی. حمد و ستایش مخصوص ذات خداست. یاری از او می‌خواهیم و به او ایمان داریم و توکل ما به اوست. گمراهان را جز او راهنمایی نیست و کسی را که او راهنمایی کرده است هرگز گمراه کننده دیگران نخواهد بود. من گواهی می‌دهم که معبودی جز او نیست و من فرستاده‌اش هستم. ابن عساکر. اما خدای مهربان و دانا به من خبر داده است که هیچ پیامبری جز نیمی از عمر پیغمبر پیشین زندگی نمی کند. عیسی ابن مریم 40 سال میان قومش زیست و من 20 ساله مأموریتم را انجام دادم. همه ما نسبت به آنچه بر عهده‌مان است مسئولیم. ابن ماجه. مردم گفتند ما گواهی می دهیم که تو ابلاغ کردی و از پند دادن به ما و تلاش در راه وظیفت دریغ نکردی. خداوند به تو پاداش نیکو دهد. ابن عبدالبر. پیامبر گفت پس بدانید که من زودتر از شما به دنیای دیگر می روم و همه شما در کنار حوض به من